اکنون بر رقابت پهلوان دیگر تاجیک توجه میکنیم. خوشوقت ایدیف ورزشگر 21 ساله تاجیک با لباس های سفید هست. او در برابر ورزشگر 22 ساله ژاپنی تاماکیو هیکارو رقابت خواهد کرد. خوشبخت ایدیف از زمره ورزشگرانی که 10 مرتبه در رقابت های بین المللی شرکت ورزیده است. 7 بار در جام آسیا و 2 بار در مسابقات کشاد قطعوی و این هم اولین اشتراکش در گرند اسلم به شمار می رود. ولی ورزشگر ژاپنی باشد این دومین اشتراکش در گرند اسلم هست و 1 مرتبه دیگر در چمپیونات جهان اشتراک کرده است. از این برمی آید که تجربه اشتراک ورزشگر ما در صحنه رقابت های بین المللی نسبت به حریفش زیادتر است. ولی ببینیم ایدیف در برابر وطندار جودو از لحاظ قدرت فنی یا همون تکنیکی چی نتیجه نشان می‌دهد. از نگاه قامتی برتری دارد، می‌خواهد چنگ بر قسمت کمر حریف بزند. ببینید اجرای اصول به سمت پیش از همون روش معمولی کرد ولی موفق نشد. تا پایان همون عمل رو اجرا نکرد. و پرتاب سر شانه توجه میکند به سمت چپ. اکنون از آب اتاشی یا همان کمربند حریف محکم داشت و به نظر می رسد که از لحاظ تکنیکی ورزشگر ما توسعه یافته است. حرکات گوناگون دارد در بخش‌های مختلف ولی تا به پایان مبارزه بردن در کار در عینی که اجرای اصول میکند. ورزشگر ژاپنی از لحاظ قامتی ببینید چقدر تفاوت دارد نسبت به ورزشگر ما. کنون موقع قپیدن بسیار موافق است ولی اجرای اصول به نظر می رسد که همون وسوتوگاری کشی وضع و دیگر عملها خوب باشد. قدرت فیزیکی ورزشگر ما خیلی زیاد هست نسبت به ورزشگر ژاپنی ولی ژاپنی ها در برابر این گونه حریفان با قدرت از حرکات گوناگون فنی از تکنیک های متفاوت یا گوناگون استفاده میبرند. Tatami 3, next first round contest for men under 73 kilos in white judogi from Kyrgyzstan, Alexander Koshlyak. بیشتر از 1 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است. In blue judogi from Kyrgyzstan, Ertur Turdubayev. در بخش گردگیری یا همان مبارزه برای قپیدن ورزشگر ما بسیار فعال بود. بسیار هنری خوب نشان داد در بخش گردگیری. اما در این رقابت اکنون هر دو هم با یک شیدویی از سوی داور و اوساتوگری که در مد نظر خوشوقت ایدیف بود تا به پایان نرسید. ببینید خوب میقپد، اصول رو اجرا میکند اما تا به پایان نمیرساند. اکنون جفتی گریبانی حریف رو جویا شد. ورزشگر ژاپنی موفق نشد. کمتر از نیم دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی و این هم با خاطر فلشتک یا اینکه دفاع دروغین شاید داور بله شیدوی دویم رو با خوشوقت ایدیف داد. از
усулҳои ҳариф набояд бигурезад. ва иҷрои осотогари ба ин тартиб варзишгари ҷопонӣ муваффақ мешавад. бубинед ҳамин ҳолат чанд бор ба варзишгари мо имкон дод, ҳамин усули осотогари усули маъмулӣ. вале дар ин рақобат варзишгари ҷопонӣ буд ки ҳамин усулро дар амал татбиқ кард ва хушвақт идиев дар даври аввали рақобатҳо мутаассифона шикаст хӯрд ва натавонист ки роҳи муборизаро идома бидиҳад.